مراد رجبوف ساکنی ناحیه شهری نو 30 سال این جانب قصاب است. او میگوید به این حد بالاروی قیمت گوشت چاروا را امسال مشاهده کرده است. در مدت بیشتر از 2 ماه ارزش محصولات میفروختش 10 سامانی بالا رفته است. این بازار با مال قیمت های برابر میده. این قیمت گوشت چندی میغلطه و شما چندی میفروشید؟ خانیه 87 سامان خرید کوتره. شما چندی میفروشید؟ 90 فروشید. در بازارهای مالفروشی تصدیق میکنند که از عید قربان به بعد روند بالاروی نرخ چاروا آغاز شد. 14,500 سفید 12,000 ایش کتیبه و یاجوی 27,000 پیش عید قربان امروز 14,500 خرید تقریبا چند سال خریدن ممکن 13,000 روز تا روز قیمتش نیست قیمت کمی از 2-3 هفته مؤخره یا خیلی استودگی در جور ده خونم میگن که مول کمچین شده برای اول قیمت باید خیلی میگن گوشت قیمت شده مولم قیمت خواهیم گوشت که قیمت شده مولم قیمت دو اگر هم بزرگ 10 تا ده خون باشه 20 دیگه خرید فروشه مثل پریس قیمت های میگن انا کنجورش قیمت های همش قیمت های گوشت هم خیلی قیمتش دیسه با می کسلیای چیه با دایم برای گوام کمی کن که برای همیای کیلوش 80-75 هم خیلی میغلطه گوشتم ما خود شما بیار چندی خریدین؟ ما هر خیلی خریدگیم 15-16 هم خیلی خریدگیم 1000 سوم مایداشو. حالا که موسم علف دروی غذای اصلی چاروا است نرخ آن نیز به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. هم 25 24 کم نبوده روش کم علفی ارزون نبود علفی 20 15 بود این ورس توسی سنخستگیه. در گوشت فروشی های دوشنبه نرخ 1 کیلو گوشت از 90 سامانی بالاست. در برخی بازارها به خاطر جلوگیری از باز هم بالا رفتن ارزش گوشت یارمارکه‌های همیشگی از حساب ذخایر دولتی تشکیل شده است. که یارمارکه اگنتیو هم ذخیره میبرم اینجا بفروشیم 60 تعمیر میکنن ایسو نرخ بالا را خیلی نرخ قبلا 60 های نرخ دیدم خیلی ارزون رکم در 200 کیلو 200 کیلو گوشت میره که چند نقطه گوشت 5 کسا که هر کدومش 200 هر کس 200 کیلو 150 خیلی میره تو ابیت تمام میکنن میرن بچو. مقامات عامل اصلی بالاروی نرخ گوشت چاروا را به افزایش طلبات ربط میدهند. وجه چیزی که به همه معلومه که افزایشی اولی هم زیاد شده است. طلبات اولی هم با گوشت خرید به حد بسیار شده. شما خودتون همه نقل میدونید که یعنی وجه تمام آشخانه ها بسیار شده همه در آشخانه ها رفته مرکه میگذارونن مثال تا حتی که سحر نهاریش در آشخانه ها کردیسن. صرف نظر از پاسخهای زید و نقیض منصبداران تاجیک در مورد سببهای بالا رفتن ارزش گوشت به نظر می رسد که مشکل نارسایی محصولات در کشور جدی است. تاجیکستان برای جلوگیری از بیشتر بالا رفتن نرخ و کمچینی گوشت در بازارها با قزاقستان برای وارد کردن 110 تانه گوشت سازشنامه بسته است که 16 تانه آن در ماه سپتامبر وارد شده است. چند پیشتر برنامه غذایی سازمان ملل متحد از بالا رفتن ارزش گوشت در بازارهای تاجیکستان نیز خبر داده بود. این نهاد بین المللی در گزارشش آورده که نرخ گوشت گاو در چند از بازارهای کشور در مقایسه با یک ماه گذشته 13 و یک سال پیش 27% افزایش یافته است.